واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دوستان نهایت گرامی بینندگان شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت شما دوستان عزیز هستم در برنامه احکام فقهی در پرتو احادیث نبوی قسمت 47 این برنامه. در قسمت گذشته شروع کرده بودیم با بیان ابواب نماز، ابواب صفت نماز، چگونگی نماز. گفتیم که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم طریقه نماز خواندن که از تکبیر تحریمه شروع میشه و با گفتن السلام علیکم خاتمه مییابه، قولا و فعلا برای ما نقل شده، همچنانه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قولا به مردم آموزانده طریقه نماز خواندن را و همچنین دیگر صحابه از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم طریقه نماز خواندن ایشان را به ما نقل کردن. در قسمت گذشته یک حدیث قولی که حدیث مسیء الصلاة بود و همچنین حدیث فعلی که حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها بود که طریقه نماز خواندن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را به ما نقل کرده بود. این حدیث را خدمت شما عرض کرده بودم و ان شاء الله در این قسمت و در چند قسمت دیگر جزئیات کیفیت نماز را که نماز از تکبیر تحریمه گفتیم شروع میشه تا سلام دادن، هر یکی از این احکام را در روشنایی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما عرض میکنم. اولا تکبیر تحریمه. در مورد تکبیر تحریمه احادیث متعددی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده. از جمله حدیثی است که اصحاب سنن غیر از امام نسائی یعنی سنن ابن ماجه و ابو داود و ترمذی و امام نسائی و امام ترمذی و امام ابو داود نقل کردن از امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی الله عنه که ایشان فرمودند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که مفتاح الصلاة الطهور و تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم. مفتاح نماز، کلید نماز طهور است، پاکی است که انسان خود را از احداث و از چتلی های ظاهری و باطنی پاک کنه پیش از اینکه به نماز داخل میشه، وضو کنه. و تحریمها التکبیر، تحریم نماز چیزی که بر بالای انسان افعالی را حرام میکنه او گفتن تکبیر الله اکبر است و تحلیلها و چیزی که انسان را حلال میکنه یعنی گفتن آنها بر انسان حلال میشه بعد از نماز او سلام دادن است. یعنی با گفتن الله اکبر نماز شروع میشه و چیزهایی که در داخل نماز ناجایز است بر انسان حرام میشه و با گفتن السلام علیکم نماز خاتمه مییابه و گفتن کردن و گفتن چیزهایی که در نماز بر انسان حرام است باره حلال میشه. پس این حدیث دلالت به این میکند که تکبیر تحریمه گفتنش در نماز لازمی است و در نزد جمهور علما از جمله ارکان نماز است. و موضوع دوم بلند کردن دستها در وقت گفتن تکبیر تحریم است و این مطلب هم در احادیث متعددی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما روایت شده. از جمله حدیثی است که امام بخاری رحمت الله علیه از صحابی جلیل القدر ابی حمید الساعدی رضی الله عنه که نامشان عبدالرحمن بن سعد انصاری خزرجی بود و مشهور به کنیهشان بودند و از جمله فقهای صحابه بود و کسایی بود که در غزوه احد و در غزوات دیگری با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شریک بودند و در سال 60 هجری در زمان خلافت حضرت معاویه وفات کردند. این صحابی جلیل القدر روایت میکند که
رأيت رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا کبر جعل یدیه حذو منکبی. من رسول اکرم صلی الله علیه وسلم را دیدم که هنگامی که تکبیر میگفتند، تکبیر تحریمه را میگفتند، دستهای خود را تا به برابر شانه خود بلند میکردند. در روایت دیگری آمده در ابو داود که یرفع یدیه حتی یحاذی بهما منکبیه ثم یکبر، دستهای مبارک خود را بلند میکردند تا اینکه برابر شانه های خود میرساندند و بعد از او تکبیر میگفتند، الله اکبر میگفتند. و این حدیث و منکبین دوستان عزیز گفته می شود مفصلی که در بین مفصلی که شانه انسان را از دست انسان جدا میکند. این مفصلی که او طرف شانه است و این طرفش دست است، اینجا را منکب گفته می شود. این صحابی جلیل القدر نقل میکنه رسول اکرم صلی الله علیه و آله من دیدم که دستهای خود را در وقت گفتن تکبیر تحریمه برابر شانه های خود بلند میکردند. ثم و اذا رکع امکن یدیه من رکبتیه، وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رکوع میکردند دستهای مبارک خود را در زانوهای خود محکم میگرفتند یا زانوهای خود را با دستهای مبارک خود محکم میگرفتند. ثم حسر ظهره و بعد از او پشت خود مبارک خود را برابر میکردند، پشت خود را برابر میکردند. در روایت دیگه آمد که ثم حنا ظهره، اردوش به یک معناست که دست پشت مبارک خود را بلند میکردند به شکل قوسی یا به شکلی که پست بلند باشه نمیگذاشت بلکه برابر میکردند پشت مبارک خود را. فاذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، وقتی که از رکوع بلند میشدند استاد میشدند و تا اینکه هر استخوان بر جای خود قرار می گرفت، یعنی استاد می شدند تا اینکه استخوان هایی که در وقت رکوع کردن به جا شده بود به جای خود برابر می شد، مفاصل مبارکشان برابر می شد، یعنی نیمه بالا نمی شدند بلکه مکمل استاد می شدند از رکوع تا که استخوان های مبارکشان جابجا میشد. فاذا سجد وضع یدیه غیر مفترش ولا قابضهما، وقتی که سجده میکردن دستهای مبارک خود را بر بالای زمین یا جای نماز به شکلی میگذاشتن که نه باز میبود زیاد و نه زیاد محکم میبود، یعنی نه دستهای مبارک خود را محکم میگرفتن نه زیاد باز میگرفتن بلکه به شکل عادی خود بر بالای جای نماز و یا زمین میگذاشتن. واستقبل باطراف اصابع رجلیه القبله، و پاهای مبارک خود را استاد میکردند به شکلی که پنجه های مبارک پاهایشان به طرف قبله می بود. و اذا جلس فی الرکعتین جلس على رجله اليسرى و نصب الیمنى، وقتی که بعد از 2 رکعت نماز می نشستند در قعده می نشستند پای چپ خود را فرش میکردند بر روی زمین و بر بالای از می نشستند و پای راست خود را استاد میکردند. و اذا جلس فی الرکعة الاخیرة قدم رجله اليسرى و نصب الاخرى، وقتی که در قعده آخر می نشستند پای راست خود را استاد میکردند و اما پای چپ خود را زیر پای راست خود میگذاشتند و بر بالای مقعد مبارک خود می نشستند و مقعد علی مقعدتی، بر بالای مقعد خود می نشستند. پس این حدیث دوستان عزیز بر چند چیز دلالت میکند. اول اینکه به این دلالت میکند که انسان در وقت تکبیر تحریمه باید دستهای خود را بالا کند و مقدار بالا کردن دستها در این حدیث تا به منکبین تا به شانه ها بیان شده. و در حدیث دیگری که امام مسلم هم او را از صحابی دیگری مالک بن حویرث روایت میکند، در او حدیث آمده که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دستهای مبارک خود را تا برابر گوشه های خود بالا میکردند. فرمودند که حتی یحاذی بهما فروع اذنیه، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بلند میکردند دستهای مبارک خود را تا که به اطراف گوشه هایشان میرسید. و عده از علما به حدیث ابی حمید دلیل گرفتن، گفتند که دستها در وقت تکبیر تحریمه باید تا برابر شانه ها بالا شود. و عده دیگری از علما به حدیث مالک بن حویرث که او هم در صحیح مسلم است به او دلیل گرفتند که گفتند که دستها باید تا برابر گوشه ها بالا شود. و عده از علما جمع در بین 2 حدیث کردند و فرمودند که دستها به شکلی بالا شود که پنجه ها تا گوشه ها برسد و اما آخر دستها تا به شانه ها. وقتی که آخر دستها تا به شانه ها رسید
اطراف سر انگشت ها تا برابر گوشه ها میرسد. یعنی به این معنا که صحابه که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نقل کردند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تا برابر شانه های مبارک خود دستهای خود را بلند کردند، مطلبشان آخر دست بده. و اما صحابی دیگری که مالک بن حویرث است نقل کردند که پیغمبر خدا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تا برابر گوشه های خود دستهای مبارک خود را بالا کردند، مطلبشان بالای انگشتانشان است. پس به این معنا که انسان باید دستهای خود را به شکلی بالا کند که آخر دستهایش تا برابر شانه هایش بوده باشد و انگشتهایش تا برابر گوشه هایش. و این طریقه مسنون است در بلند کردن دستها. و همچنین دلالت به این میکند که دستها باید با گفتن تکبیر بالا شود. بعضی از علما گفتند که نه، اول باید دستها بالا شود و بعد از او تکبیر گفته شود، و عده هم عکسی از او را گفتند که باید اول تکبیر گفته شود و بعد از او دستها بالا شود. لیکن جمهور علما رأیشان همی است که بلند کردن دستها باید با گفتن تکبیر بوده باشد. وقتی که دستهای تکبیر گفتن شروع میکنه، بلند کردن دستها هم باید آغاز شود. بنا به این حدیث و بنا به حدیث دیگری متفق علیه از ابن عمر رضی الله عنه روایت شده که ان النبی صلی الله علیه و سلم کان یرفع یدیه حذو منکبیه حین یکبر. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دستهای خود را تا برابر شانه های مبارک خود بلند میکردن وقتی که تکبیر میگفتن. وقتی که الله اکبر را گفتن الله اکبر را شروع میکردن، دستهای مبارک خود را هم بلند میکردن تا برابر شانه های مبارکشان. و همچنین حدیث دیگری امام ابو داود از صحابی جلیل القدر وائل بن حجر روایت میکند که ایشان فرمودند رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم یرفع یدیه مع التکبیر. ما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را دیدم که دستهای مبارکشان با گفتن الله اکبر بلند میکردند. وقتی که الله اکبر میگفتند، در اون وقت دستهای مبارک خود را هم تا برابر شانه های مبارکشان بلند میکردند. و بلند کردن دستها همچنان که ابن نووی و امام حاکم و امام بیهقی به این امر اذعان دارن بیان کردن که بلند کردن دستها در وقت گفتن تکبیر تحریمه امر متواتر است که از 50 صحابه، بیشتر از 50 صحابه روایت شده که در جمله 50 صحابه عشره مبشره و خلفای اربعه هم هستند و هیچ حکمی از احکامی یعنی بسیار کم پیدا میشه که در عشره مبشره همه روایت کرده باشند. لیکن این حکم را بلند کردن دستها در وقت تکبیر تحریمه را تقریبا بیشتر از 50 صحابه روایت کردند که در جمله عشره مبشره هست. و بنابراین جمهور علما رأیشان این است که بلند کردن دستها در وقت گفتن تکبیر تحریمه از جمله امور مسنون است، سنت است، واجب نیست. لیکن بعضی از علما مثل امام اوزاعی و امام حمیدی حکم به وجوب از این کردن، به خاطر که زیاد صحابه را روایت کردن، از او خاطر گفتن واجب است. لیکن جمهور علما رأیش این است که گفتن تکبیر تحریمه خودش رکن است، اما بلند کردن دستها تا برابر شانه ها یا تا برابر گوشه ها این سنت است و واجب نیست. و همچنین حدیث دلالت به این میکند که وقتی که انسان در تشهد میشینه، در تشهد اول، همچنان در حدیث سابقه ما گفتیم در قسمت گذشته که باید پای راست خود را ایستاد کنه و بر بالای پای چپ خود بنشیند. و این حدیث دلالت به این میکند که در تشهد دوم باید پای راست خود را ایستاد کند و پای چپ خود را زیر پای راست خود بگذارد و بر بالای مقعد خود بنشیند. و گفتم که علما رأیشان این است که این امر اختیاری است، اگر به این شکل بشینه جواز داره و همچنین اگر به شکل قاعده اول هم بنشینه اشکالی نداره. و همچنین از جمله احادیثی که به این امر دلالت میکند حدیثی است که اصحاب سنن و امام احمد از حضرت ابو هریره روایت میکنه که رسول اکرم صلی الله علیه و فرمودند کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا قام الى الصلاه رفع یدیه مدا. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هنگامی که بر نماز استاد میشدن و تکبیر تحریمه میگفتن، رفع یدیه مدا، دستهای مبارک خود را به طرف بالا میکردن، به طرف شانه های خود بالا میکردن. پس بلند کردن دستها در وقت نماز و همچنین گفتن تکبیر تحریمه این از جمله امور متفق علیه است. بین همه علما اتفاق دارن که
بلند کردن دستها در وقت تکبیر تحریمه امر مسنون است و در احادیث متعددی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده است و این محل اتفاق علما است. امام نووی در این مورد اجماع علما را نقل میکند و بعد از دیدن یک برنامه کوتاه با شما هستم با ادامه این مطلب با ما باشید. وصال حق، ندای حقیقت. الحق من ربك فلا تكونن من الممترین. این فرمان حق از سوی پروردگار توست، بنابراین از تردید کنندگان مباش. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، در قسمت اولی برنامه خدمت شما عرض کردم که بلند کردن دستها در وقت تکبیر تحریمه امر متفق علیه بین علماست و اجماع علما را امام نووی در این مورد نقل کرده بنا به احادیث متعددی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این مورد روایت شده. باقی میماند موضوع از که بلند کردن دستها در وقت رفتن به رکوع و همچنین در وقت استاد شدن از رکوع و همچنین در وقت بلند شدن از قعده اول. این سه موضوع چه حکم دارد؟ در این مورد اختلاف علماست. رأی جمهور علما همیست که دستها در این سه موضوع هم باید بلند شود. وقتی که انسان تکبیر میگوید به رکوع میرود، باید اول دستهای خود را بلند کنه و بعد از او به رکوع برود و همچنین وقتی که از رکوع بلند می شود سمیع الله لمن حمیده میگوید، باید دستهای خود را دوباره تا به شانه های خود بلند بکند و همچنین وقتی که از قعده اول بعد از خواندن التحیات بلند می شود الله اکبر میگوید، باید دستهای خود را تا به شانه های خود بلند کند. این رأی جمهور علماست بنا به حدیثی که از ابن عمر رضی الله عنه روایت شده است. حدیث متفق علیه است. امام بخاری و امام مسلم روایت میکند که حضرت ابن عمر رضی الله عنه فرمودند ان النبی صلی الله علیه وسلم کان یرفع یدیه حذو منکبیه اذا افتتح الصلاة و اذا کبر للرکوع و اذا رفع رأسه من الرکوع. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دستهای خود را تا برابر شانه های خود بلند میکردند در وقت تکبیر تحریمه، وقتی که نماز را آغاز میکردند تکبیر تحریمه میگفتند و همچنین وقتی که تکبیر گفته به رکوع میرفتند و همچنین وقتی که تکبیر گفته از رکوع سر مبارک خود را بلند میکردند. و این الفاظ است که متفق علیه است، در بخاری و در مسلم روایت شده است. و روایت دیگری در بخاری آمده که حضرت ابن عمر رضی الله عنه فرمودند ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دستهای مبارک خود را در وقت سجده کردن بلند نمی کردند و همچنین در وقتی که از سجده اول بلند می شدند دستهای مبارک خود را بلند نمی کردند. و همچنین روایت دیگری در صحیح مسلم آمده که ولا يفعلهما بین السجدتین. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این کار را در بین دو سجده نمی کردند. و همچنین روایت دیگری هم در بخاری آمده که حضرت ابن عمر فرمودند کان یفعله حین یقوم من التشهد الاول من التشهد الاوسط. همچنین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این کار را میکردند، دستهای خود را بلند میکردند وقتی که از تشهد وسطی یعنی تشهد اول بلند میشدند. بنا به این حدیث و حدیث دیگری که بعدا ذکر میکنیم، جمهور علما ائمه ثلاثه امام شافعی و امام مالک در یک روایت و امام احمد نظرشان این است که بلند کردن دستها در این سه موضوع از جمله امور مسنون است، باید بلند کرده شود. و اما امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و امام مالک در روایتی که روایتی که ابن قاسم از روایت میکند رأیشان این است که فقط بلند کردن دستها در وقت تکبیر تحریم سنت است و در دیگر مواضع سنت نیست. بنا به آنچه که از امام مجاهد یکی از تابعین مشهور روایت شده که ایشان فرمودند را ابن عمر لم يفعل ذلك
که ابن عمر میگه که صلیت خلف ابن عمر فلم یره یفعل ذلك. امام مجاهد میگه که من پشت سر ابن عمر نماز خواندم و ندیدم که ایشان در این غیر از تکبیر تحریمات در دیگر اوقات نماز خود را در دیگر جایها دستهای خود را بلند کرده باشند. و همچنین حدیث دیگری امام ابو داود از ابن مسعود رضی الله عنه روایت میکند که ایشان فرمودند رأى النبی صلی الله علیه وسلم یرفع یدیه عند الافتتاح ثم لا یعود. ما رسول اکرم صلی الله علیه وسلم را دیدم که در وقت گفتن تکبیر تحریمات دستهای مبارک خود را بلند میکردند و بعد از او دوباره این کار را نمیکردند. و همچنین امام ترمذی رحمت الله علیه از ابن مسعود رضی الله عنه روایت میکند که فرمودند صلیت لأصلین لکم صلاة رسول الله صلی الله علیه وسلم، که ما برای شما نماز میخوانم که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دیدم که همچنان نماز میخواند. راوی میگه که فصلى فلم یرفع یدیه الا مره واحده. حضرت ابن مسعود رضی الله عنه نماز خواندند و دستهای خود را غیر از یک بار که در تکبیر تحریمه بود در دیگر وقت بلند نکردند. و بنابراین احادیث مذهب احناف امام ابو حنیفه دلیل گرفتن، گفتن که بلند کردن دستها فقط در وقت تکبیر تحریم سنت است و در دیگر وقتها سنت نیست. اما جمهور علما از این احادیث جواب دادن و گفتن که حدیثی که از مجاهد روایت شده است حدیثی ضعیف است که در سند از او شخصی به نام ابوبکر بن عیاش است که علما به ضعف از او حکم کردند. و همچنین حدیث دلالت بر نفی میکنه و حدیث ابن عمر دلالت به اثبات میکنه. وقتی که در بین اثبات و نفی تعارض بیاید در فعل یک شخص یا در قول یک شخص، اثبات از او مقدم است بر نفی. حضرت ابن عمر خود اثبات نقل میکنه و امام مجاهد نفی نقل میکنه و در اینجا اثبات مقدم میشه بر نفی. و گفتن همچنین جواب دادن که اگر ابن عمر نکرده باشه دلالت به این میکنه که این کار واجبی نیست، یعنی سنت است و دلالت به نکردنش نمیکنه که ناجایز بوده باشه، دلالت به این میکنه که این امر مسنون است و واجبی نیست. و از حدیثی که ابو داود از عبدالله بن مسعود روایت میکنه از او هم عین جواب دادن که تعارض بین اثبات و نفی آمده و اثبات مقدم میشه بر نفی، علاوه بر اینکه این حدیث را بعضی از علما حکم به ضعفش کردن. از جمله امام بخاری گفتن که این حدیث ضعیف است و بالخصوص لفظ اخیری که ثم لم یعد این مدرج شده در این حدیث و این لفظ ثابت نیست از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه. و همچنین حدیثی که امام ترمذی از عبدالله بن مسعود نقل کرده او را هم امام ترمذی خود حکم به حسن بودن این حدیث میکنه، حدیث حسن است، لیکن ابن مبارک میگه که لم یثبت عندي، این حدیث در نزد من ثابت نشده. و همچنین امام دارقطنی و ابو داود و احمد گفتن که این حدیث در سند از این راویان ضعیف است و این حدیثی ضعیف است. به هر حال جمهور علما رأیشان این است که در این سه موضوع بلند کردن دستها تا به شانه ها سنت است. و امام بخاری از حسن بصری روایت میکنه که صحابه کرام این کار را میکردند. و همچنین از شیخش علی بن مدینی روایت میکند که حق علی المسلمین ان یرفعوا ایدیهم عند الرکوع و عند الرفع منه لحدیث ابن عمر. حق مسلمان ها، حق یعنی واجب لازم است بر بالای مسلمان ها که دستهای خود را در این سه موضوع بلند بکنند بنا به حدیث ابن عمر. و همچنین از علی بن مدینی امام بخاری نقل میکند که کسی که به بدعت گفتن این چیز حکم میکند در شأن صحابه طعن وارد کرده، چون از صحابه متعددی غیر از عبدالله بن عمر این حدیث روایت شده است. و از جمله احادیث دیگری که به این امر دلالت میکند حدیثی است که امام احمد و ابو داود و امام ترمذی روایت میکنند از امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی الله عنه که ایشان فرمودند کان اذا قام الى الصلاه المكتوبه كبر ورفع يديه حذو منكبيه. از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم طریقه نماز خواندن ایشان را حضرت علی بن ابی طالب نقل میکنند و میگن که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هنگامی که تکبیر میگفتند دستهای مبارک خود را تا به شانه های خود بلند میکردند و یصنع مثل ذلك اذا قضا قراءته و اراد ان یرکع. و همچنین این کار را میکردند وقتی که از قرائت خود را ختم میکردند و میخواستند که به رکوع بروند دوباره این کار را میکردند که دستهای خود را بلند میکردند. و یصنعه اذا رفع رأسه من الرکوع.
و این کار را هم میکردند در وقتی که از رکوع سر مبارک خود را بلند میکردند، در وقت هم این کار را میکردند. ولا یرفع یدیه فی شیء من صلاته و هو قاعد، هنگامی که نشسته می بودند در سجده، در بین سجدتین یا در قعده نشسته می بودند، این کار را نمیکردند، دستهای مبارک خود را بلند نمیکردند. و اذا قام من السجدتین رفع یدیه كذلك و کبر، و همچنین وقتی که بعد از 2 رکعت بلند میشدند، مراد سجدتین در اینجا جمهور علما و فقها نظرشون این است که مراد سجدتین رکعتین است. وقتی که از 2 رکعت، یعنی بعد از خواندن 2 رکعت و بعد از بلند شدن از قعده اول، از تشهد اول، وقتی که بلند میشدن دوباره این کار را میکردن، تکبیر میگفتن. و همچنین حدیث دیگری امام بخاری از تابعی ابی قلابه روایت میکند که ایشان فرمودند رأى مالک بن الحویرث اذا صلى كبر و رفع یدیه. فرمودند که یکی از صحابه جلیل القدر که مالک بن الحویرث بود، ما او را دیدم که وقتی که نماز میخواند، وقتی که تکبیر میگفت برای نماز دستهای خود را بلند میکرد. و اذا اراد ان یرکع رفع یدیه، و همچنین وقتی که میخواست که رکوع بکند دستهای خود را بلند میکرد. و اذا رفع رأسه رفع یدیه، و همچنین وقتی که از رکوع سر خود را بلند میکرد دستهای خود را تا به شانه های خود بلند میکرد. و حدث ان رسول الله صلی الله علیه و سلم صنع هكذا. و این صحابی جلیل قدر مالک بن حویرث گفتند که ما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را دیدم که همچنین میکرد، یعنی وقتی که تکبیر میگفت تکبیر تحریمه دستهای مبارک خود را بلند میکرد، و همچنین وقتی که میخواست به رکوع برود دستهای مبارک خود را تا به شانه های خود بلند میکرد، و همچنین وقتی که از رکوع سر مبارک خود را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بلند میکرد دستهای مبارک خود را تا به شانه های خود بلند میکرد. بنا با این احادیثی که در کتابه های صحاح خاصتا در صحیح مسلم و صحیح بخاری روایت شده است و حدیث ابن عمر که متفق علیه است، بنا با این احادیث جمهور علما رأیشون این است که غیر از تکبیر تحریمه که متفق علیه است، در 3 موضوع دیگر هم بلند کردن دستها تا به شانه ها و تا به برابر گوش ها از جمله امور مسنون است که وقتی که انسان قرائت ختم میکنه، وقتی که میخواد به رکوع برود دستهای خود را بلند بکنه، و همچنین وقتی که از رکوع بلند میشه دستهای خود را بلند بکنه، و همچنین بعد از خواندن 2 رکعت وقتی که از تشهد بلند میشه دستهای خود را بلند بکنه. و ابن عبدالبر روایت میکنه از عبدالله ابن عمر که ایشان فرمودند که فیه زینت الصلات، در این کار زینت است، یک نوع زینت است برای نماز. و از بعض علما نقل شدن که حکمت از این است که این علامه استسلام در مقابل الله متعال است. وقتی که یک انسان میخواد که تسلیم شود به شخصی دستهای خود را بلند میکنه، و انسان هم در نماز دستهای خود را 4 بار، یکی در تکبیر تحریمه و 3 بار دیگر بلند میکنه، به این معنا که خود را تسلیم الله متعال کرده. و امام شوکانی در نیل الاوطار روایت میکنه که این کار مشترک در بین رجال و نساء است، تخصیصی نآمده و حدیث عام است و مشترک است که چه انسان نمازگزار مرد باشه یا زن باشه این کار را باید بکند. و همچنین در مقدار بالا کردن که تا به شانه ها یا تا به گوشه ها، این هم امام شوکانی میگه که در بین زن و مرد فرق نشده و بالا کردن دستها تا به شانه یا تا به برابر گوشه ها، یا اینکه قول اکثر علما که آخر دست تا به شانه بوده باشد و ابتدای انگشت ها تا به گوش ها بوده باشد تا برابر گوش ها، این حکم عام است، چه نمازگزار زن بوده باشد و چه نمازگزار مرد بوده باشد. و دوستان عزیز، در اینجا وقتی برنامه ما به خاتمه میرسد و تا دیدار آینده با شما خداحافظی میکنم. الله متعال برای ما و شما توفیق عمل نصیب کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.